سلام، من جاوید هستم. به پادکست افغانستان از دورانی تا امروز خوش آمدید. توصیه میکنم حتما قسمت‌های قبل را بشنوید، چرا که این قسمت هم ادامه همون داستان هست. لطفاً ما را در کانال‌های مختلف دنبال کنید و این ویدیو و یا پادکست را لایک کنید و نظراتتان حتما برای من بنویسید، چرا که قطعا نظرات شما کمک میکنه تا هم انرژی بیشتری بگیریم، همین که مطالب را به خوبی بتونیم تولید کنیم. قبل از وارد شدن به داستانی قسمت بریم خیلی کوتاه یک یادآوری کنیم که در رابطه با چه چیزایی صحبت کردیم تا الان. در قسمت اول دیدیم که احمدشاه درانی چگونه در سال 1747 یک دولت متحد افغان را تانست بنا کنه. در قسمت دوم در رابطه با بازی بزرگ صحبت کردیم، یعنی رقابت میان روسیه و بریتانیا که افغانستان را تبدیل کرده بود به یک میدان رقابت و همچنین در رابطه با دو جنگ خونین هم صحبت شد. در قسمت سوم در رابطه با امیر عبدالرحمن خان صحبت کردیم. دیدیم که چطور او با آهن و آتش یک دولت مرکزی ساخت، اما به قیمت بسیار گزافی، از جمله سرکوب بسیاری از قیام‌ها و فاجعه بزرگ هزارجاد و همچنین پذیرش خط دیرند. در قسمت چهارم هم در رابطه با امان الله خان صحبت کردیم، مردی که رویای نوسازی داشت تا نیز استقلال افغانستان را به دست بیاره و همچنین اصلاحاتی را آغاز کرد که همین اصلاحات منجر به تبعیدش شد. در قسمت پنجم هم به دوران ظاهرشاه رسیدیم، 40 سالی که بسیاری آن را عصر طلایی مینامند، اما این دوره هم پایانی داشت. کودتای بدون خونریزی داوود خان در سال 1973. و حالا قسمت ششم. این قسمت کمی سنگین است. از دورانی میخوایم بگیم که میلیون‌ها زندگی ریشه‌کن شد. دورانی که هنوز بعد از گذشت 50 سال هم زخم‌هایش بر پیکره افغانستان دیده میشه. یک نکته ای هم دوست دارم همین ابتدا بگم. در روایتایی که امروز داریم به واقع هیچ کسی قهرمان نیست. هیچ طرفی هم شیطان نیست. هر طرفی تصمیماتی گرفتن که نتایج انسانی در بر داشت و ما در این قسمت میخواییم همین نتایج با هم ببینیم. قبل از رسیدن به خیابان‌های به هم ریخته کابل، بیاین برگردیم به یک اتاق کوچک در قلب این شهر، جایی که ایده‌ای متولد شد که خیلی چیزا را به خودش تغییر داد. در سال 1965 میلادی که برابر است با 1344 خورشیدی، گروهی از روشنفکرای چپگرا و پرشور دور هم جمع شدند. اینا از فقر و عقب ماندگی و فاصله طبقاتی بسیار خسته شده بودند و خواب یک افغانستان نو را در سرشان میپروراندند. این گروه روی کاغذ اسم خودشان را گذاشتن حزب دموکرات خلق افغانستان، اما خیلی زود یک شکاف عمیق میان همین رفقایی که دور هم جمع شده بودند ایجاد شد. این حزبی که تشکیل شد به دو دسته بزرگ تقسیم شدند، هر کدوم هم راه خودشان رفتن. یک شاخه شد خلق، یعنی مردم، تندروها و رادیکال‌ها که معتقد بودند به انقلاب سریع و شتاب‌آلود. رهبرشان هم یک نویسنده‌ای بود به نام نور محمد ترکی و مغز متفکر و عملگرایشان هم یک معلم درس خوانده در فرنگ به اسم حفیظ الله امین. اینا هم مثل یک کبریت بودن که می‌خواستن یک باره آتش بپا کنن. شاخه دیگه‌ای هم به اسم پرچم تشکیل شده بود از میانه‌روها طرفدار تغییر تدریجی و از بالا. رهبرشان کسی بود به اسم ببرک کارمل، یک حقوقدان و روشنفکر خوش سخن و جذاب که مسکو هم عاشق ای آدم بود. این دو شاخه هیچ وقت نتونستن با هم کنار بیان. گاهی همدیگر را خیانتکار و عامل خارجی منامیدن و همین اختلاف ریشه خیلی از فجایع بعدی شد.
به هر حال بعد از دوره طلایی ظاهرشاه یک مرد خودش به قدرت رساند. کی بود؟ سردار محمد داود خان، یعنی همون پسرعموی ظاهرشاه. از سال 1953 تا سال 1963 ایشون نخست وزیر بودن، همون سالایی که افغانستان هم از شوروی و هم از آمریکا کمک می‌گرفت. داود خان یک مرد جاه طلب و ملیگرای پشتون وطن بود. می‌خواست پشتونستان از پاکستان جدا کنه. و همینطور هدف زیر داشت که بتونه یک ارتش مدرن تأسیس کنه تا به قدرت اصلی منطقه هم تبدیل بشه. در سال 1963 ظاهرشاه ایشون کنار زد، اما 10 سال بعد در سال 1973 وقتی ظاهرشاه برای معالجه چشم به ایتالیا رفته بود، داود خان کودتا کرد. البته نه یک کودتای خیابانی، بلکه نیروهایش، یعنی افسران جوانی که در حزب دموکرات خلق آموزش دیده بودن، کاخ را گرفتن. ظاهرشاه هم هرگز بر نگشت و داود خان خودش را رئیس جمهوری افغانستان نامید. اما از همین ابتدا یک تناقض بزرگی وجود داشت. ایشون ملیگرا بودن، نه کمونیست. از یک طرف از شوروی پول سلام می‌خواست، از طرف دیگه هم نمی‌خواست افغانستان به کمونیست تبدیل شود. چند سال گذشت و شروع کرد به فاصله گرفتن از شوروی. مقامات حزبی را هم کم کم کنار می‌زد و به غرب و کشورهای حاشیه خلیج فارس نزدیکتر میشد. اسناد وزارت خارجه امریکا هم این موضوع را تایید میکنه. در یک از اسناد آمده که داود خان به تدریج از شوروی فاصله میگیرد. او میخواهد افغانستان مستقل تری داشته باشد، اما این چرخش رهبران حزب دموکراتیک خلق را نگران کرده است. برای رهبران حزب خلق و خصوص حفیظالله امین این یعنی خطر. اینا فهمیدن که اگر صبر کنن داود خان دانه به دانه‌شان هضم میکنه. پس تصمیم را اول گرفتن. 17 آپریل 1978، یعنی 10 روز قبل از کودتای معروف، یک رویدادی کوچیک اما سرنوشت‌ساز رقم خورد. میر علی اکبر خیبر، یکی از رهبران شاخه پرچم، ترور شد. اما خیبر کی بود؟ ایشون یک روشنفکر چپگرا، یک معلم و یک فعال قدیمی بودند. گفته بودند که او قرار بود پل ارتباطی میان شاخه خلق و پرچم باشه. اما ناگهان در خیابان در حالی که به سمت خانش میرفت، با شلیک یک گلوله از پای در آمد. تا امروز هم هیچ کی نمیدونه دقیقاً چه کسی ایشونو کشتن، اما تشییع جنازه خیبر تبدیل شد به یک تظاهرات عظیم ضد دولتی. صدها هزار نفر در خیابان‌های کابل فریاد می‌زدند و داود خان در پاسخ دستوری بازداشت رهبران حزب صادر کرد. اولین کسی که دستگیر شد کی بود؟ آقای نور محمد ترکی، مرد آرمان‌ها، نویسنده انقلاب و بنیانگذار حزب. اما قبل از این بذاریم ببینیم که دقیقاً آقای ترکی کی بودن. ایشون در سال 1917 میلادی در شهر غزنی به دنیا آمدن. خانوادهش از طبقه فقیر روستایی بودند و زندگی سختی داشتن. در جوانی به کابل آمدن، کارگری کردن، بعدها هم به عنوان منشی در سفارت افغانستان در هند مشغول شدن. همونجا هم بود که با اندیشه های سوسیالیستی آشنا شدن. ایشون در سال 1965 حزب را تأسیس کردن. ترکی در واقع مرد ایده ها بود، نه عمل. زود حرف میزد، دیر تصمیم میگرفت. در حزب هم به ایشون میگفتن پیر، رهبر معنوی، اما قدرت واقعی هیچ وقت در دستشون نبود. بعد از کودتا روی کاغذ رئیس جمهور شد، عکسش روی دیوارها بود و اسمش هم در رادیو صدا زده میشد. اما واقعاً کشور کسی دیگه ای میچرخان. چه کسی؟ شاگرد ایشون، کسی به اسم حفیظالله امین. خب بریم ببینیم که کودتای بزرگ هفت سور چطور رخ داد. بامداد 27 آوریل، یعنی هفت سور، کابل با صدای توپ بیدار شد. تانک ها به سمت ارگ کاخ ریاست جمهوری حرکت میکردن. هواپیماها شروع کردن به بمباران. تانک ها جلو میرفتن، اما داخل ارگ داود خان هنوز تسلیم نشده بود. او همراه برادرش محمد نعیم و چند تا از محافظینش در یکی از اتاقهای کاخ سنگر گرفتند. نیروهای کودتا، کاماندوهای جوان وارد کاخ شدند. در راهروها درگیری خیلی شدیدی شکل گرفت. چند تن از محافظین داود خان کشته شدند. وقتی کودتاچیان به در اتاق رسیدند، داود خان و برادرش هنوز مسلح بودند. آنها هم به سمت در شلیک میکردند. روایت‌های تاریخی میگویند که داود خان میتونست فرار کنه و یا تسلیم بشه، اما تصمیم گرفت بماند و بجنگد. کاری که همه ما دوست داشتیم اشرف غنی در برابر طالبان انجام بده، که متاسفانه
اینطور نشد. خب تبادل آتش چند دقیقه طول کشید، اما تعدادی مهاجمان بیشتر بودند. یک گلوله به داوود خان اصابت کرد، روی زمین داد. برادرش هم چند لحظه بعد کشته شد. بعضی از آخرین لحظه هم دست از اسلحه نکشید. با مرگ او مقاومت هم در ارگ فرو پاشید. ظهر همون روز هم رادیو کابل خبر داد. چه خبری؟ رژیم داوود سرنگون شد. به هر حال داوود خان به همراه اعضای خانواده‌اش از جمله فرزندان و نوه‌هایش در یک قبر دست جمعی در نزدیکی پولچرخی دفن شدند. هرچند 30 سال بعد در سال 2008 باقی‌مانده پیکر ایشون با تشریفات نظامی در تپه تاجبک به خاک سپرده شد. اما شوروی دقیقاً چیا میدانست؟ اسناد KGB نشان میده که مسکو از نارضایتی‌ها خبر داشت، اما این کودتا رو هدایت نمیکرد. واکنش اولیه مسکو احتیاط بود. بعضی از رهبرای شوروی نگران بودند که کودتا بدون هماهنگی اوضاع را بی‌ثبات‌تر کنه. اما وقتی همه چی تمام شد، شوروی از حکومت جدید حمایت کرد، چون راه دیگه ای نداشت. ترکی و امین حالا قدرت را دست گرفته بودند و میخواستن افغانستان را تغییر بدن. اونم تغییر سریع، خیلی سریع. دقیقاً همون اشتباهی که امان الله خان انجام داد. ترکی و امین میخواستن افغانستان را به یک کشور سوسیالیستی تبدیل کنن، اما مشکل ای بود روششان فرهنگ و سنتی مردم را نادیده گرفته بود. در اکتبر 1978 فرمان شماره 8 صادر شد. زمینهای بزرگ مصادره و به دهقانان به زمین داده میشد. ایده درست بود. افغانستان کشوری بود که اقلیتی از مالکان بزرگ اکثریتی از زمینها را داشتند، اما اجرا فاجعه بود. هیچ دفتر ثبت منظمی وجود نداشت. مامورای دولتی که برای اجرا به روستاها میرفتن اغلب جوانایی از شهر بودن که ساختار روستایی را نمیشناختن. دهقانانی که زمین میگرفتن نه ابزاری داشتن، نه بذری، نه آبی، نه دانشی. نتیجه فرق کم نشد که هیچ، بیشتر شد. اصلاحات بعدی آموزش اجباری و فشار فرهنگی بود. آموزش اجباری و رایگان اعلام شد برای دختران و پسران. در شهرها این خبر خوشی بود، اما در روستاها نحوه اجرا مشکل ساز شد. مامورایی که برای ثبت نام می آمدن گاهی با تهدید و اجبار عمل میکردن. لوئیس توپری محقق آمریکایی که قبلا هم اسمش آوردیم در اون سالا در افغانستان زندگی کرده بود و ایشون هم نوشتن مشکل اصلاحات حزب خلق این نبود که هدفشان بد باشه. مشکل اصلی بود که روششان هیچ احترامی به فرهنگ و سنت‌های محلی نداشت. اصلاحات بعدی پرچم، مذهب و احساسات بود. پرچم افغانستان تغییر کرد. رنگ قرمز سوسیالیستی جایگزین رنگ سنتی شد. برای بسیار از مردم مذهبی این نماد روشنی بود از اینکه دولت می‌خواهد هویت اسلامی کشور را تغییر بده. کتاب‌های درسی بازنویسی شدند و روحانیون از مساجد فشار دیدند و در برخی از مناطق هم ماموران محلی تندتر از دستورها عمل می‌کردند. اما آنچه که بیشتر از همه روی جامعه اثر گذاشت بازداشت‌های گسترده مخالفان بود. زندان پولچرخی در شرق کابل به نماد ترور تبدیل شده بود. هزاران نفر از افسران ارتش تا روشنفکران، از روحانیون تا معلمان بازداشت شدند، بسیار اعدام شدند، حتی بدون محاکمه. گزارش عفو بین‌الملل هم در سال 1979 تخمین زده که بین 12 تا 20 هزار نفر در این دوران بازداشت شدند یا کشته. هر چند رقم دقیق هنوز مورد مناقشه است. خانواده هایی هم که در کابل زندگی میکردن گاهی اوقات صدای در زدن در شب میشنیدن. نمیدانستن که آیا کسی برای بردنشون آمده یا چیز دیگه ایه. به هر حال مردم کابل یک چیزی یاد گرفتن: کمتر حرف بزنن، کمتر بنویسن و حتی کمتر فکر کنن. اما مردم ساکت نشستن. واکنش‌ها خیلی سریع بود. نورستان، هرات، قندهار، پکتیا. بزرگترین شورش اولیه در هرات رخ داد در مارچ 1979. سربازان افغان این بار در کنار مردم ایستادند، نه در مقابلشان، و برای یک هفته هرات عملاً در دست شورشیان بود. در این درگیری‌ها تعدادی از مستشاران شوروی مقیم هرات هم کشته شد. دولت کابل با هواپیما و تانک شورش سرکوب کردند. تلفات سنگین بود. لوئیس توپری هم که نامش بردیم تخمین زد که بین 3 تا 5 هزار نفر کشته شدند. برخی دیگه هم اعداد را بالاتر میگن، اما واقعیت اینه که این اعداد هیچ کدوم مستند نیستن و نمیتونیم میره تایید بکنیم. در برخی اسناد آمده که نخست وزیر شوروی به ترکی گفت که شما باید خودتون اوضاع رو کنترل کنید، ما نمیتونیم سرباز به اونجا بفرستیم.
اما اوضاع دیگه قابل کنترل نبود. نبرد درون حزبی ترکی و امین هم شروع شد. در حالی که کشور در حال شعله‌ور شدن بود، در داخل حزب هم یک جنگ دیگه در جریان افتاد. جنگ قدرت. ترکی و امین. رقابتی دو نفر به اوج رسیده بود. حفیظالله امین وزیر خارجه مرد عمل هر روز قدرت بیشتر را دست می‌گرفت و ترکی احساس خطر می‌کرد. سپتامبر 1979 یک جلسه برای کنار زدن امین یا شاید حذف او انجام شد، اما نقشهشان لو رفت و این بار امین دستی بالا را گرفت. ترکی را فوراً بازداشت کند و چند هفته بعد هم خبر آمد به دلایل بهداشتی ترکی درگذشت. این روایت هرچند رسمی بود، اما در کابل کسی را باور نمی‌کرد که همچین اتفاقی افتاده باشه. مسکو هم از شنیدن این خبر خشمگین شده بود، چون ترکی برای آنها یک چهره آشنا و قابل پیش بینی بود، اما امین ناشناخته و غیر قابل کنترل و این برای یک ابرقدرت خطرناک به نظر می رسید. پس در کرملین شروع کردن به فکر کردن و بررسی گزینه‌ها و شاید به یک تصمیم بزرگتر از آنچه کسی تصور میکرد. این یکی از مهمترین پرسش‌های تاریخ است. چرا شوروی وارد افغانستان شد؟ در دسامبر 1979 فقط 13 روز قبل از ورود ارتش سرخ در مسکو یک جلسه برگزار شد. نه یک جلسه عادی، جلسه‌ای که سرنوشت یک کشور را تغییر داد. 4 نفر پشت میز نشسته بودند. برژنوف رهبری جماهیر شوروی، آندروپوف جانشینیش، گروموف رئیس KGB و استینوف که وزیر خارجه بود. تصمیم باید گرفته می شد. نگرانی اصلی ای بود اگر افغانستان از دست داده شود، مرز جنوبی شوروی ناامن میشه و آمریکا از این فرصت استفاده خواهد کرد. اما این تنها نگرانی نبود، یک سوال بزرگتر هم وجود داشت. امین واقعا چه کسیه؟ آیا قابل اعتماده یا ممکن بود بره سمت آمریکا؟ هیچ کسی نمیدانست. آندروپوف رئیسی KGB نوشته که ما در خطر از دست دادن افغانستان هستیم، باید عمل کنیم و همین جمله کافی بود. تصمیم گرفته شد، نه فقط یک مداخله بلکه آغاز یک جنگ 10 ساله. دسامبر 1979 آسمان کابل پر از صدا شد. هواپیماهای ترابری شوروی یکی پس از دیگری در کابل و بگرام فرود می آمدند. هزاران سرباز، تانک‌ها، تجهیزات، یک ورودی آرام اما سنگین. مردم کابل از پشت پنجره‌ها نگاه می‌کردند. رادیوی دولتی ساکت بود، سکوتی که بیشتر از هر خبری ترسناک بود. 3 روز بعد شب 27 دسامبر نیروهای ویژه شوروی به کاخ تاجبک در جنوب کابل حمله کردند، جایی که حفیظالله امین زندگی میکرد. امین کشته شد. همان شب رادیو کابل دوباره روشن شد، این بار با یک پیغام جدید. ببرک کارمل رهبر شد. دوران ظلم امین تمام شد. حاکمیت واقعی مردم برقرار شد. اما واقعیت یک چیز دیگه بود. یک کشور وارد یک جنگ تازه شده بود. شوروی حالا مردی خودش روی کار آورده بود، یعنی ببرک کارمل، کسی که سالها در تبعید بود و ناگهان با هلیکوپترهای روسی به کابل برگشت. کارمل یک روشنفکر خوش سخن بود، پسر یک ژنرال، اهل مدارا و مصالحه، اما نه با مجاهدان بلکه مصالحه با مسکو. کارمل میخواست با چهره مهربان محبوبیت رژیم را برگردانه، اما جنگ هر روز بدتر میشد. مجاهدان هر روز از هر طرف به ستونهای ارتش سرخ حمله میکردند و کارمل در کابل حبس شده بود. نه خبری از مصالحه بود و نه خبری از پیروزی. سالها گذشت و کرملین بالاخره فهمید که آقای کارمل راه حل نیست، بلکه خودش بخشی از مشکلات است. در سال 1986، 7 سال بعد از جنگی بی نتیجه، مسکو تصمیم گرفت سکان را به دست کسی دیگری بسپارد. کسی که رئیس سازمان اطلاعات بود، همون کسی که سالها در سایه قتل عام مخالفان را سازماندهی کرده بود، یعنی دکتر محمد نجیب الله. کارمل به مسکو تبعید شد و نجیب الله برای نجات رژیم کمونیستی پا به میدان گذاشت. خب اما آمریکا چی میدانست؟
یک نکته مهم تاریخی که اغلب نادیده گرفته میشه. در جولای 1979 چند ماه قبل از ورود ارتش سرخ، آمریکا شروع کرده بود به کمک محدود به مجاهدان. سالها بعد مشاور امنیت ملی کارتر در یک مصاحبه چیزی گفت که نگاه به این جنگ را برای همیشه تغییر داد. ما به دولت کارتر پیشنهاد دادیم که اگر به مجاهدان کمک کنیم، شوروی را به یک تله میتونیم بکشانیم. یک تله یعنی افغانستان از همون ابتدا فقط یک کشور نبود که در بحران داخلی فرو رفته باشه، بلکه تبدیل شده بود به یک میدان بازی بین دو ابرقدرت شوروی و آمریکا. و در وسط این بازی مردم افغانستان نه به عنوان تصمیم گیرنده، بلکه به عنوان کسی که باید هزینه تصمیم ها را بپردازه. خب حالا بیایید از جنگ طوری دیگه حرف بزنیم، نه از پشت میز فرمانده ها و نه از نقشه ها و استراتژی ها، بلکه از نگاه کسانی که واقعا در این جنگ ها زندگی کردن. کابل آرامشی روی لبه پرتگاه بود. در سال 1980 تا سال 1983 کابل در ظاهر آرام بود. بازارها باز بودن، مدارس هنوز کار میکردن، اما زیر ای آرامش چیز دیگه جریان داشت. ترس. گاهی صدای تیراندازی که از دور می آمد کافی بود که خواب از چشما بگیره. و هفته ها میگذشت و ناگهان خبر می رسید کسی را بردن، یک همسایه، یک همکار، یک معلم. و بعد هیچ خبری از اون نبود. مدارس هنوز باز بودن، اما دیگه مثل قبل نبودن. کتاب ها تغییر کرده بود، درس ها حالا از انقلاب میگفتن و از دشمنان خلق، و در خانه ها پدرها ساکت‌تر شده بودن. وقتی پسرشان به سن سربازی میرسید هیچ جشن یا افتخاری نبود، فقط یک نگرانی سنگین و خاموش و این سوال که آیا برمیگردد؟ چون ارتش دیگه فقط با دشمن خارجی نمی جنگید. ارتش یک کشور برای جنگ با مردم خودش فرستاده می شد و این شاید یکی از تلخ‌ترین واقعیت‌های او سالها بود. اما جنگ واقعی در کابل نبود، بلکه در روستاها بود. جایی دور از دوربینا، دور از خبرها، اما درست در قلب زندگی مردم. استراتژی شوروی برای مقابله با مقاومت چیزی بود که بعدها به آن میگفتن بیابانسازی. روستاهایی که مشکوک بودن نه ثابت شده، فقط مشکوک به حمایت از مجاهدان بمباران می شدن. محصولاتشون می سوخت، چاه‌ها را با بتون پر میکردن. نتیجه مردمی که نه سیاستمدار بودن، نه جنگجو، نه مجاهد، نه کمونیست، مجبور شدن همه چیزشون را پشت سر بذارن. خانه، زمین، خاطره و فرار. در اردوگاه‌های پناهندگی پاکستان میلیون‌ها افغان زندگی می‌کردند. مردمی که از بمباران روستاهایشان فرار کرده بودند. اکثرشان کشاورزانی بودند که هیچ درگیری سیاسی نداشتند. یک مرد در پشاور نامی ثبت نشده، اما حرفش ماند. ما از بامیان فرار کردیم. هواپیماها آمدند. نه مجاهد بودیم، نه کمونیست بودیم، فقط کشاورز بودیم. اما هیچ فرقی نمیکرد. و شاید این جمله تمام جنگ را خلاصه کند که در اون سالها این که چه کسی هستی دیگه اصلا اهمیتی نداره. اما بیایم ببینیم دقیقاً مجاهدین اصلا چی بودن و کی بودن. یک اشتباه رایجی که وجود داره وقتی درباره مجاهدان صحبت میکنیم، خیلی ها تصور میکنن با یک گروه واحد طرفیم، اما واقعیت خیلی پیچیده تر از این حرف هست. مجاهدین یک گروه نبودن، ده ها گروه بودن با ایدئولوژی های متفاوت، رهبرانی متفاوت و گاهی با اهدافی کاملا متضاد. از اونجا که در قسمت هفتم با این گروه ها بیشتر آشنا خواهیم شد، بیاین خیلی کوتاه با هم مهمترینشان نام ببریم. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، از قوم پشتون، تندرو، جاه طلب. پاکستان و عربستان هم پشتش بودن. بعدها کابل را ایشون راکت باران کرد. برهان الدین ربانی، رهبر جمعیت اسلامی، استاد دانشگاه، تاجک تبار، معتدلتر از حکمتیار و بازوی نظامیش احمد شاه مسعود، شیر دره پنجشیر بود.
بعدی عبدالعلی مزاری رهبر حزب وحدت بود، سردار یک قوم محروم که برای حقوق مردمش جنگید. بعدها هم به دست طالب کشته شد. عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی اسلامی، ازبک تبار فرمانده‌ای که چندین بار ائتلاف عوض کرده بود. و بعد از همه اینها طالب که از دل مکتبای پاکستان برآمده بود و تقریبا همه را زمین گیر کرد، که در قسمت هفتم بیشتر درباره این شخصیت‌ها و گروه‌هایشان صحبت خواهیم کرد. اما یکی از چیزایی که در روایت‌های ما اغلب نادیده گرفته میشه تجربه سربازان شوروی است. دقیقاً اونا چه کسایی بودن؟ ژنرالا، سیاستمدارا؟ نه، اینها جوان بودن، 18 ساله، 19 ساله، 22 ساله، که از روسیه و اوکراین و ازبکستان و تاجیکستان آمده بودن. با آنها گفته شده بود شما میرید تا به برادران افغانتان کمک کنید. بعضیا واقعا باور داشتن، اما بسیاری فقط سرباز بودن، کسانی که دستور گرفته بودن و رفته بودن. یک خبرنگار شوروی به اسم آرتیوم بیوریک که در افغانستان بود در کتابش نوشته وقتی از یک سرباز 19 ساله پرسیدم چرا اینجایی، گفت نمیدونم، فقط گفتن بیاییم. شاید این ساده ترین جمله اما عمیق ترین توضیح باشه برای بسیاری از جنگ ها. جوانایی که انتخاب نکردن اما فرستاده شدن، جنگیدن، کشته شدن و کشتن و این تلخ ترین بخشی داستانه. در جنگایی که تصمیمش جای دیگری گرفته میشه، کسانی که بیشترین هزینه را میدن اغلب کسانی هستند که کمترین انتخاب را داشتن. در سال 1985 یک تغییر مهم در مسکو اتفاق افتاد. میخائیل گورباچوف به قدرت رسید. او از همون ابتدا چیزی را فهمیده بود که دیگران نمیخواستن بپذیره. اون همی بود که این جنگ برنده نداره. اقتصاد شوروی زیر فشار جنگ بود. تلفات انسانی داشت، افکار عمومی داخلی را تحت تاثیر قرار میداد. و در یک جلسه در سال 1986 گورباچوف صریح گفت ما باید این کار را تمام کنیم. این جنگ ما را از درون میخورد. اما دانستن این که باید خارج شوی با توانستن خروج فرق داره. سوال ای بود چگونه میتوانی از یک جنگ خارج شوی بدون اینکه شکست را به رسمیت بشناسی؟ مذاکرات از سال 1982 در ژنو شروع شده بود تا بالاخره آوریل 1988 توافقنامه ژنو امضا شد. شوروی پذیرفت نیروهایش را خارج کند. اما این فقط یک امضا نبود، آغاز پایانی بود، پایانی که سالها طول کشیده بود تا به آن برسند. 15 فوریه 1989 پلی حیرتان مرز افغانستان و ازبکستان شوروی روی رودخانه آمودریا یک مرد در حال عبور است. ژنرال بوریس گروموف آخرین فرمانده نیروهای شوروی در افغانستان. او از پل می‌گذرد و آن طرف یک پسر منتظرش ایستاده است. ماکسیم، پسر 14 سالش. یک لحظه، یک جنگ، نه سیاست، فقط یک پدر که به خانه برمیگرده. گروموف رو به دوربین ها میکند و میگوید هیچ سربازی پشت من نیست. مأموریت انجام شد. دوربین ها همه چیز را ثبت کردند. دنیا دید. یک ارتش یک کشور را ترک کرد. اما سوال همانجا روی همان پل باقی ماند. آیا واقعا مأموریت تمام شده بود یا فقط یک فصل از جنگ تمام شده بود و فصل‌های سخت‌تری هنوز در راه بود؟ تلفات رسمی شوروی 14453 کشته و بیش از 35000 زخمی و 10,000 معلول. اما در سوی دیگر افغانستان، جایی که اعداد دیگه دقیق نیستن، تخمین ها خیلی متفاوتن، از 500,000 نفر تا بیش از 1,000,000 کشته. و حقیقتی است که هیچ کس قرار نیست عدد واقعی را بداند، چون خیلی ها در روستاهای کشته شدند که هیچ مرکز ثبت احوالی نداشت. حتی هیچ بیمارستان و یا روزنامه‌نگاری که بخواد این مرگ ها و این کشته شده ها را ثبت کنه. خانواده خودشان مردهایشان را دفن میکردند و کسی نبود که لیست بگیره. روستاها بمباران میشدن، مردم فرار میکردن و او روستاها کم کم نابود میشدن بدون اینکه هیچ آماری ثبت بشه. این نبود آمار خودش بخش بزرگی از فاجعه است. آقای نبی مصداق می‌نویسه که با هر خانواده افغانی که با ایشان صحبت کردن حداقل 1 نفر را در این جنگ دست داده بودند. شاید این جمله بهتر از هر آماری واقعیت را بیان کنه. بر اساس گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل تا سال 1989 5 میلیون افغان در پاکستان و ایران پناهنده شدند. 5 میلیون، یعنی میلیون ها داستان اینا تمام.
خانه هایی که خالی شدند، زندگی هایی که نیمه کاره ماندند. اما مهمترین چیز ای است که پشت هر عدد یک انسان بود، یک پدر، یک مادر، یک کودک، یک خانواده، یک زندگی که قطع شد. خروج شوروی پایان جنگ نبود. جنگ فقط شکلش را عوض کرده بود. در کابل دولت هنوز پابرجا بود. دولت دکتر محمد نجیب الله احمدزئی. نجیب الله در سال 1947 در کابل به دنیا آمد. خانوادهش نسبتاً مرفه بود. پدرشان هم کنسول افغانستان در پاکستان. در دانشکده پزشکی دانشگاه کابل تحصیل کرده بودند و در سال 1975 دکترای خود را گرفت. از دوران دانشجویی وارد سیاست شد. به حزب دموکرات خلق پیوست، شاخه پرچم. در سالهای اول انقلاب نجیب الله به عنوان سفیر به ایران فرستاده شد، اما بعد از مدتی به کابل برگشت و در سمت جدید رئیس سازمان اطلاعات دولتی افغانستان خاد منصوب شد. این سازمان توسط افسران KGB آموزش دیده بودند. بر اساس گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر در دوران رهبری نجیب الله و خاد هزاران تن از مخالفان سیاسی رژیم بدون محاکمه بازداشت، شکنجه و اعدام شدند. در سال 1986 رهبر حزب شد و از نوامبر 1987 رئیس جمهور افغانستان مسیر زندگیش را تغییر داد. نجیب الله فهمید ادامه راه ترقی و امین و کارمل جز نابودی افغانستان نتیجه‌ای نداره. پس به سمت آشتی ملی حرکت کرد. قانون اساسی جدید نوشت و در آن به نقش اسلام احترام گذاشت. نام حزب را هم از خلق به وطن تغییر داد. حتی از مجاهدان دعوت کرد که در دولت شرکت کنند. برخی او را عملگراترین رهبر کمونیست افغانستان می‌دانند، اما حقیقتی است نجیب الله در 4 سال ریاست جمهوری خود هم سرکوب کرد، هم سعی کرد آشتی ایجاد کند. هم خاد را رهبری کرده بود و هم سیاست آشتی ملی را آغاز کرد. در سال 1991 اتحاد شوروی فرو پاشید. کمک‌ها قطع شد. ارتش هم آرام آرام از هم پاشیده شده بود. در آوریل 1992 مجاهدان وارد کابل شدند. نجیب الله به ساختمان سازمان ملل پناه برد. 4 سال در آن ساختمان زندگی کرد بدون خروج از محوطه تا سال 1996 وقتی این طالبان وارد کابل شدند. سرنوشت او در قسمت هفتم این مجموعه روایت خواهد شد. اما هر چقدر پیش میریم نگاه میکنیم که تمام ایده هایی که با ذهنیت نجات دهنده خواستن عمل کنن و به زور متحمل شدن نه تنها نجات ندادن بلکه ویرانی به بار آوردن. ببینیم که جنگ وقتی شروع میشه منطق خودش را پیدا میکنه، منطقی که کنترلش دیگه ساده نیست و مهمتر از همه میبینیم که مردم عادی همیشه سنگین ترین قیمت را پرداخت میکنن. کسانی که هیچ وقت تصمیم گیرنده نبودن اما همیشه بیشترین هزینه را دادن. در مورد نقش قدرت‌های بزرگ بذارید از ویلیام مالی یکی از برجسته‌ترین پژوهشگران افغانستان نقل کنم. تراژدی افغانستان ای بود که کشور همیشه برای دیگران اهمیت داشت، نه برای خودش. برای بریتانیا ارزش استراتژیک داشت، برای شوروی ارزش ایدئولوژی، برای آمریکا ارزش ژئوپلیتیک. اما آنچه که هرگز در محاسبات کافی نبود مردمی بودند که در اونجا زندگی میکردند. این الگو را در ذهن نگه داریم چون این داستان اینجا تمام نمیشه. در قسمت هفتم وارد یکی از تاریک ترین صفحه های تاریخ معاصر افغانستان میشیم، جایی که داستان تغییر میکنن. خواهیم دید که چگونه مجاهدانی که شانه به شانه علیه شوروی کنار هم جنگیده بودند بعد از خروج شوروی روبروی هم وایسادند. کابل، شهری که زمانی نماد زندگی امید بود، تبدیل شده بود به میدان جنگ تمام عیار و از دل همین هرج و مرج نیروی تازه سر برآورد: طالبان. اگه این مسیر را تا اینجا با من آمدید، این قسمت را با دوستانتان به اشتراک بذارید. نظراتتان را برای من بنویسید که واقعا برای من خیلی مهمه بدانم این روایت ها برای شما چه معنایی داره. ممنون که با من همراه بودین و تا قسمت بعد همه شما را به خدای بزرگ میسپارم.